دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا، همه نگاه ها به سوی او دوخته شدند که وعده و برنامه‌هایش را چگونه اجرا می‌کند. جانبدارانش باور دارند که امریکایی‌ها روزگاری بهتری خواهند داشت، حتی آنهایی که به او رای ندادند. فکر می کنم اکثر ساکنان از افزایش درآمد خود شگفت زده خواهند شد. نرخ‌ها در کشور پایین می آیند، سرحد امن می شود. با انتخاب سیوزی وایلز به منصب رئیس دستگاه ترامپ، حکومت پرزیدنت منتخب شکل می گیرد. رئیس جمهور سابق در شبکه تروس گفت که نه نیکی هیلی سفیر سابق امریکا در سازمان ملل و نه مایک پومپئو وزیر پیشین امور خارجه به هیئت حکومتی او شامل نخواهند شد. در همین حال این پرسش در میان است که دونالد ترامپ وعده‌های داده‌اش را درباره گرفتن انتقام از رقیبان سیاسی و آنهایی که به ضد او پرونده گشادند چگونه اجرا خواهد کرد. دونالد ترامپ بارها و بارها تاکید کرده است که موفقیت ما انتقام و جزای آنها خواهد بود. حامیان کامالا هریس معاون پرزیدنت و نامزد حزب دموکرات ملاحظه دارند که چرا نتیجه انتخابات به نفع آنها نشد. طبقه کارگر این کشور عصبانی است و برای چنین رفتار دلیل هم دارد. وضع امروزه ما چنین است که قشر بالا به طور فوق‌العاده پول می‌یابد، در حالی که 60% مردم از این معاش تا آن معاش زندگی می‌کنند. سناتور ساندرز از کامیابی‌های مأموریت جو بایدن ستایش کرد، اما همزمان گفت که کارهای بیشتری باید انجام داده شوند. ما به برنامه یا دستور کار احتیاج داریم که به طبقه کارگر بگوید ما اقتصاد و دولت ایجاد میکنیم که برای شما کار کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را برای پیروزیش در انتخابات تبریک کرد. او وعده داد است که روز 20 ژانویه سال 2025 قدرت را به طور آسایش‌تر خواهد سپرد.